اسم این غذا بیاندلی کوفته هستش. نمیدونم چقدر این کلمه رو درست گفتم و چقدر استعداد در زبان ترکی دارم، ولی این یه غذای ترکی به شدت خوشمزه است بچه‌ها و پیشنهاد میدم که این آموزش رو همراه من باشید. اول از همه بادمجونامون رو داخل فر یا حالا روی گاز کبابی میکنیم، ساتوریش میکنیم و میذاریم کنار. پیاز و سیرمون رو رنده میکنیم. به مخلوط پیاز و سیرمون گوشت شرح کرده، آرد سوخاری، ادویه هایی که لازم داریم، یه مقداری روغن و یه دونه تخم مرغ اضافه میکنیم و این مواد رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. به اندازه حدودا یه گردو از موادمون رو برمیداریم، توی دستمون صاف میکنیم و اینجوری توی تابه‌مون میچینیم. با شعله ملایم میذاریم دو طرف کوفته هامون خوب بپزه. حالا کوفته ها رو میذاریم کنار، میریم سراغ سسمون. برای سس کره رو میذاریم که ذوب بشه، بهش آرد اضافه میکنیم، یکم که مخلوط کردیم و تفت داریم آردمون رو، شیر سرد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم و بعد بادمجونایی که ساتوری کرده بودیم، پنیر پیتزا و نمک و فلفل، این مواد رو خوب با هم دیگه مخلوط کنیم تا اون پنیرم خوب آب بشه و سسمون آماده است. برای روی غذامون هم یه مقدار روغن زیتون رو با یه مقدار پاپریکا خوب تفت میدیم تا رنگ روغن زیتون اینجوری بشه. دستور این غذای خوشمزه رو من از پیج هروی عزیزم برداشتم. خودش ترکیه زندگی میکنه و پیجش پر از این مدل غذاهای جذاب ترکیه هستش. حتما به پیجش سر بزنید. اینم از غذای خوشمزه‌مون. درست کنید و نوش جون کنید.